در شهر استقلال بیمارخانه‌ها قریب که بی‌طبیب ماندند. حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. گزارش افزایش جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی در تاجیکستان. روسیه در دوره تجاوز به خاک اوکراین تخمیناً 50,000 افسر و سرباز را از دست داده است. در استقلال سابق بشر ولایت سوخت بیمارخانه‌ها قریب که بی‌طبیب ماندند، ولی نظر غایبов سرطبیب شهر به خبرگزاری اسپوتنیک گفته است حالا بیمارخانه و پلیکلینیکای استقلال به بیش از 70 طبیب نیاز دارد. با این 32 دکتر و 40 همشیره طبی داخل می شوند. بیمارخانه‌های شهر به متخصصان و تراپیوت‌های اولیوی نیاز دارد. در شعبه‌های یاری تعجیلی نوروپاتولوژ، روانپزشک، نارکولوگ، اپیدمیولوگ، لور، افتالمولوگ و درماتولوگ نمی رسند. اهالی شهر زیاد از 18,000 نفر است. برای مقدار نفر 12 طبیب اولیوی ضرور است. اما حالا در استقلال تنها 2 نفر چنین متخصص کار میکنند. طبق اطلاع ریاست تندرستی ولایت سوخت به هر 10,000 نفر اهالی 17 پزشک اولیوی لازم است. همین طور در مؤسسه‌های طبی شهر استقلال نرسیدن کادرها خیلی نگران کننده است. حالا در استقلال 22 طبیب و بیش از 80 همشیره طبی کار میکنند. حجم قرض خارجی تاجیکستان تا 1 ایول سال جاری به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان امروز 18 ایول در نشست خبری گفت حجم قرض داخلی 460 میلیون سومانی را تشکیل داده است. حجم عمومی قرض دولتی 46.3% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داد که به گفته مقامات به معیارهای موجوده، حجت‌های استراتژیکی و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مالیوی موافقت کند. قبلا فرشی این قرض 40% مجموع محصولات داخلی مقرر شده بود، اما سال گذشته حکومت آن را به 60% بالا برد. با گفته وزیر در این دوره با مقصد اجرای عهدهداری‌های دولتی عاید به خدمت‌رسانی قرض بیرونه 926 میلیون سومانی قرض اساسی و فایزها به مبلغ 428 میلیون سومانی از حساب مبلغ‌های بودجه پرداخت کرده شده است. در نیم سال اولی سال جاری حدود 720 جنایت تروریستی و اکستریمیستی به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 106 دلیل زیاد می باشد. تاجیکستان در بازداشت و حبس تروریستان اکستریمیست ها یکی از اولین ها در جهان است. اما با جز حمله در دنقره به سیاحان که طبق شواهدی در دست داشته پیام به دست خود مقامات تهیه شده است، هیچ عملیات تروریستی در کشور صادر نشده است. اکثر کلی محکوم شدگان در دادگاه میگویند که آنها را با شکنجه مجبور به اعتراف گناه کردند. مقامات تاجیکستان هر نیم ساله از بازداشت صدها نفره که میخواهند عملیات تروریستی انجام دهند خبر میدهند و در بازداشت تروریستان از بهترین خدمات جاسوسی جهان نیز پیش گذشتند. طبق اطلاع دادستانی کل کشور از ماه ینور تا ایون سال 2022 کارمندان حفظ حقوق در تاجیکستان 2487 پرونده جنایی باز کرده بیش از 20,000 نفر را به جوابگری مأموری کشیدند. طبق آمار در دوام 5 ماه سال جاری در کشور جنایتکاری در سمت‌های دیگر کم شده است. از ماه ینور تا می در کشور بیش از 10,000 جنایت به قید گرفته شده است. این نسبت به همین دوره سال گذشته 11% کمتر است. روسیه در دوره تجاوز به خاک اوکراین تخمیناً 50,000 افسر و سرباز و نزدیک 1,700 تانک را از دست داده است. ادمیرال بلندپایه بریتانیا تونی ردکین در صحبت به خبرگزاری BBC در این باره معلومات داده گفته که صرف نظر از بعضی پیشرفت‌ها در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین، نیروهای روسیه موقع‌هایش را در شهرهای کلیدی جنوبی این کشور تحکیم بخشیده برای مقاومت به حمله جوابی نیروهای اوکراین آماده می شوند. با گفته ردکین روسیه افسر و سربازان و اسلحه جنگی را بین منطقه های خرسون، ماریوپول و زاپاروژیا جابجا کرده است. ضمناً در زاپاروژیا نیروهای روسیه بزرگترین نیروهای هسته‌ای اروپا را تحت تصرفشان قرار دادند. گفته می شود این اقدام اخیر روسیه از آن شهادت می دهد که کرمل تهدید اوکراین را جدی ارزیابی می کند.